مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از بازداشت یکباره دو ساکن صلحخورده شهر خوجند با اتهام قصدا رسانیدن آسیب وزن به سلامتی خبر داد، از جمله در نتیجه گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا، مرد 71 ساله ساکن شهر خوجند با گمان قصدا رسانیدن ضرر وزنی به سلامتی دستگیر کرده شده است. این پیرمرد به آن گمان بر می شود که 25 سپتامبر سال 2023 تخمینا ساعت 13:00 در منزل استقامتیش در حالت مستی با دامادش ساکن 37 ساله نویه باباجان غفوروف از سببی که با دخترش جنگ و جنجال نموده است مناقشه نموده با مقصد قصدا رسانیدن ضرر وزنی به سلامتی با کارد خوجگی به شکم و بدن دست چپ دامادش ضربه زده به او جراحت‌های وزنی جسمانی رسانیده است. نسبت به گمان برشونده پرونده جنایتی با ماده 102 قسم 1 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. این چنین ضمن برگزار نمودن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا، مرد 66 ساله ساکن شهر خوجند نیز با گمان قصدا رسانیدن ضرر وزن به سلامتی دستگیر کرده شده است. این مرد سالخورده به آن گمان بر می شود که شب 21 سپتامبر سال 2023 تخمینا ساعت 22:00 در چایخانه جماعت دیهات یاوه نویه باباجان غفوروف در حالت مستی با مرد 50 ساله ساکن نویه مذکور به یگان اساس بحث مناقشه نموده با مقصد قصدا رسانیدن ضرر وزنی به سلامتیش یک مرتبه با کارد خوجگی به بدنش ضربه زده به او جراحت وزنی جسمانی رسانیده است. نسبت به گمان برشونده پرونده جنایتی با ماده 102 قسم 1 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیش این پرونده ادامه دارد. به این دو پیرمرد دستگیر شده بر اساس قسم یکم ماده 102 برای قصدا رسانیدن ضرر وزنی به سلامتی همچون جزا از 5 تا 8 سال زندان تهدید می کند.